سلام، من یاسینم. امروز در خدمت شما هستیم با قسمت فروش در اینستاگرام. خب میریم ببینیم که راز فروش در اینستاگرام چیه. بچه‌ها کلا فروش در اینستاگرام یه نکته بیشتر نداره، اونم اعتماد و اعتماده. اگه کاربری اعتماد نکنه به شما قطعا ازتون نمیخره، ولی اگه کاربری به شما اعتماد کنه محصول ازتون میخره، چون شما رو در قالب یک دوست میبینه. حالا چجوری اعتماد کاربر رو جلب بکنی؟ عهد بستن به خودت که به کارت مطمئنی. من دورم رو میفروشم چون میدونم دورم حاضره، ولی خب بعضیا محصول رو هنوز تو دستشون لمس نکردن و ندارن و دورش دارن میفروشن و محصولشون رو دارن میفروشن، خدماتشون رو دارن ارائه میدن. و اول از همه بچه ها باید به خودتون عهد ببندید که به کارتون مطمئنی. مورد بعدی پشت صحنه گذاشتن از کارته. الان وقتی شما پشت صحنه از کارتون بذارید، خب کاربر میگه که خب این داره پشتش زحمت کشیده میشه و در واقع کاربر داره تلاش میکنه واسه این. و پشت صحنه گذاشتن از کارت هم به کاربرت ایمان میده هم بهش اعتماد میده و یکی از روش‌های خوب واسه اعتماد سازی. مورد بعدی استوری زیاد گذاشتنه. من اگر یه روز استوری نذارم، در واقع اون روز یه روزی میشه که ریدیوس پیدا میکنه اوورال پیج من، یعنی اوورال پیج من کاهش یافته میشه، یعنی میاد پایین، میریزه پیجم و جذب فالوورم از دست میدم. بنابراین شما باید استوری زیادی بذارید. مورد بعدی سعی کن مخاطب رو پست زمان بذاره، مثل همون قضیه اکسپلور، واچ تایم. دقیقا همه قسمت ها با هم دیگه ربط دارن. سعی کن مخاطب روی پست زمان بذاره. قلاب از هوک خوب استفاده کن. این سه تا کارو نکن. چرا معروف شد؟ به خاطر اینکه قلاب خوبی داشت، هوک خوبی داشت، از بالا پرید به پایین تا کاربر رو جلب توجه بکنه و بعد حالا با لهجه خودش، حالا چه از قصد بوده چه واقعی بوده کار نداریم، وقتی هوک خوبی داره و وارد زمین میشه این سه تا کارو نکن، خب کاربر ادامه میده چه کاری نباید بکنیم و بعد این تا آخر میبینه پستش زمان گذاشته شد توسط کاربران زیادی، هم اکسپلور رفت هم الان کلی فالوور داره و اعتماد کردن. اگه دوره بخواد بفروشه کاربرا بهش اعتماد کردن، پس سعی کن مخاطب روی پست زمان بذاره. مورد بعدی خودتون میان جلوی دوربین. کسی که آقا خدمات لاک و ناخن انجام میدی، کسی که کراتین و احیا انجام میدی، کسی که کفش میفروشی، خودت بیا جلو دوربین. اگه نیاد جلو دوربین کاربر نمیدونه از کی داره میخره، تاش تو دایرکت یه وایس بهش میدی. ولی خودت بیای جلوی دوربین کاربر میدونه از چه سنی داره میخره، از چه کسی داره میخره، از چه فردی داره میخره. من اگه جلوی دوربین نبودم و فقط روی این اسلاید صحبت میکردم شما نمیدونستید من کیم، پس این دوره رو از من نمیخریدید. پس خودتون بیاید جلوی دوربین تا اعتماد کاربر رو جلب کنید. مورد بعدی محدودیت چهره دارن بعضیا. محدودیت چهره خب برمیگرده به این که حالا یا خودشون مثلا مشکل دارن یا همسرشون مثلا مشکل داره، خب به هر دلیلی دوست نداره حالا چهره خانومش دیده شه، یا یه آقای دوست نداره، یه خانومی دوست نداره چهره شوهرش دیده بشه، به هر دلیلی محدودیت چهره دارن. این افراد میتونن از برنامه‌هایی مثل اینایی که ایموجی 3 بعدی میذارن داخل گوگل سرچ کنید، از اونها میتونن استفاده کنن. شکل فرم بدنیتون دیده باشه، این اعتماد میده به کاربرتون یه کسی واقعا این پشت از. ولی خب بعضی‌ها ترس از دوربین دارن. بذار من یه اسلاید بیام عقب‌تر. بعضی‌ها ترس از دوربین دارن. این ترس از دوربینه نکته داره. وقتی شما از دوربین میترسید باید تمرین کنید. تمرینش چیه؟ به مدت یه هفته میره جلوی آینه، یک موضوع مشخصی رو هر روز صحبت میکنید، هر روز یه چیزی بهش اضافه میکنید.
هفته دوم که شروع شد همونو تو دوربین گوشی میگین. هفته سوم همونو ضبط میکنید و هفته چهارم ترکیب میکنید، یعنی اون آینه و دوربینه و ضبط رو همه رو مخلوط میکنید. 5 دقیقه ویدیو از خودتون هر روز میگیرید. این ترس از دوربینتون میریزه. وقتی شما محدودیت ندارید و فقط میترسید از دوربین، میتونید از این کار استفاده کنید. اسمش تکنیک آینه است، رفع خجولی. مدوی چهره هم که گفتم میتونید از اون برنامه ایموجی استفاده کنید. مورد بعدی واسه اعتماد سازی، دایرکت رو با وایس پاسخ بدید. هم اعتمادتون رو خیلی میبره بالا، هم زمانی کمتری ازتون میگیره. دیگه کاربر خط رو گم نمیکنه، گیج نمیشه، غلط املایی رو نمیتونه پیدا کنه. و اگه با وایس جواب بدید خیلی به نظر من بهتره و خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. مورد بعدی نحوه ارسال کالاست. من دارم از شما یه دونه محصول میخرم، یه لباس میخرم، یه تیشرت میخرم. تیشرت من با چی میرسه دست من؟ با پیک میرسه، مشهد این شما، تهران این شما، یا نه با تیپاکس میرسه به دست من، هزینه ارسالم زیادتره، محصولم سالمتر میرسه به دستم، یا نه با پست، هزینه ارسالم کمتره، احتمال خرابی محصولم هست، یا اینکه نه با باربری، انقدر تعداد سفارشام زیاده با باربری بر من ارسال میشه. نحوه ارسال کالا رو به مخاطبت بگو. من با فلان چیز براتون میفرستم، یا نه میتونی واسش حق گزینه، حق انتخاب. براتون با تیپاکس میتونم بفرستم، هزینهش 50 تومنه ولی محصولتون سالم میمونه. میتونم با پست بفرستم براتون، چون ما با شرکت پست قرارداد داریم، ارسال شما رایگانه. حالا این ارسال رایگانه میتونی قیمتش رو روی یکی از محصولاتت بکشی، چون ارسال رایگان یکی از مزیت رقابتیه که من اینو تست خیابونی انجام دادم. در واقع گفتم ارسال رایگان رو انتخاب میکنید یا مرجوعی یا تخفیف. همه گفتن ارسال رایگان، تک توکی تخفیف بود، مرجوعی هم اصلا وجود نداشت. پس ارسال رایگان یکی از بهترین مزیت رقابتیه که میتونید انتخاب بکنید. مورد بعدی رضایت مشتریه. رضایت مشتریتون اگه بذارید خیلی خوب میتونید اعتماد کاربر رو جلب کنید. رضایت مشتریتون هم حتما بگید ویدیو بفرسته واسهتون، چون وایس با خوش میگه خب احتمال ساختگیش هستش. متن که اصلا میگه این خودشون نوشتن. و اگر بخواید رضایت مشتری بگیرید، یه تخفیفی به مشتریتون بدین، بگین آقا اگه رضایتتون رو به صورت ویدیویی فرستادید، این محصول مثلا رایگان یا مثلا با 90% تخفیف. اما اگه وایس فرستادید انقدر تخفیف، متن فرستادید انقدر. کاربر رو جلب کنید که براتون یه ویدیو رضایت مشتری بفرسته. کاربر بیکار که نیست بیاد واسه شما ویدیو رضایت مشتری بفرسته که. پس رضایت مشتری یکی از روش‌های جلب اعتماد. مورد بعدی گارانتی محصول بدید. آقا گارانتی بدید، تضمین کنید اینو که بردی، من دیگه در واقع اینو که شما بردی خدمات پس از فروش داره، خراب شد، مشکل داشت، ساعته واسه من برش گردون. این به کاربر اعتماد میده. حالا داخل دوره انقلاب فروش شخصیت ها رو که گفتم، شخصیت دیسک، اونجا شخصیت هایی مثل سی و اس دنبال همینن، دنبال گارانتی هن. بهشون گارانتی ندی اصلا ازت نمیخرن، اصلا کلا ازت نمیخرن. پس گارانتی محصول بدید. پر انرژی باشید، لبخند بزنید. مثال میزنم، سلام، امروز یک دونه موس افورس آوردیم واسهتون، قیمتش 400 تومنه، 2.4 هرتز کار میکنه، کلیکش هم نیست، حالا 6000 تا این هست. این میشه چیز عادی. حالا پر انرژی، سلام، خسته نباشید، اینجا داریم با یه موس افورس خفن 2.4 هرتز کار میکنه، تا دلتونم بخواد کلیک میتونید روش بکنید، اصلا بنداز زمین، نشکن، خفن، کاربردی، قیمت ارزون، ارسال رایگان. کدومو میخرید خدا وکیلی؟ دومیه رو میخرید دیگه. پس پر انرژی باشید و لبخند بزنید. چیزی اضافه بر خرید هدیه بدید. اینا تمامش داخل دوره انقلاب فروش گفتم، ولی خب یه سری توضیحات کوچولو همینجا داخل، چون اینستاگرام باشه یه توضیحاتی همینجا دادم. چیزی اضافه بر خرید هدیه بدید. وقتی یه تیشرت کاربر میخره با یه شلوار، یه کلاه هدیه بده. یه تیشرت خالی میخره، بهش وایس بده، سلام، خسته نباشید، روزتون بخیر، من یاسینم، ادمین پیج، مدیر پیج،
چون دیدم تیشرت فلان رو ثبت کردید، خواستم بهتون اطلاع بدم اگر یه شلوار هم بگیرید یه کلاه به ارزش 150,000 تومان به عنوان هدیه از پیج ما دریافت میکنید. این میشه هدیه. حالا ما فرض میکنیم قیمت شلوار و تیشرتتون رو روش کشیدید که یه کلاه و یه زنجیر هدیه بدید. حالا کاربر ازتون تخفیف میخواد، یه کلاه و یه دونه تیشرت و شلوار ازتون خریده، ما به عنوان تخفیف یه کلاه میتونیم بهتون هدیه بدیم. میگه که نه من کلاه رو نمیخوام. ما کلاه رو بهتون هدیه میدیم با یه زنجیر. آپشن هاتون رو همیشه رو نکنید. این باز برمیگره به دوره انقلاب فروش که تک تک ریز بریز اینها رو توضیح دادم بهتون. و اما داستان زندگیتون رو بگین. چی شد که وارد این کار شدید؟ نمیدونم داستان عاشق شده، اینا خودتون مربوطه دیگه. داستان زندگیتون رو بگید. همکارتو خراب نکن آقا. همکارت رو خراب کردن و اسم آیدیشو گفتن این خیلی مزخرفه، چون اگر اون شخصی که خرابش کردید چند نفر دیگه هم همکاراش از شما ذهنیت بد پیدا میکنه. شاید همکار شما یه کار اشتباهی انجام داده بود و حالا یه مشکل باشه، ولی کسی که مخاطبی که هر دوتا پیج رو فالو کرده باشه خب از هیچ کدومتون نمیخره، چون فکر میکنه اینجا یه اعتمادی به هم خورده. پس سعی کنید اعتماد کاربر رو به خودتون جلب کنید. یکی از روش‌های دیگه واسه اعتماد ساخت سایته. زمانی که شما سایت بسازید میتونید نماد الکترونیکی تهیه کنید و میرید داخل سایت این نماد یه هزینه فکر کنم 400,000 تومانه، اون رو تهیه میکنید. یه سری مشخصات میخواد. اگه تایید شدید که لینک بهتون میده، اون رو ته سایتتون میزنید. دیگه کاربر بهتون اعتماد میکنه، چون میگه توسط شورای این نماد و نماد الکترونیکی کشور یعنی جمهوری اسلامی تایید شده. و این ساخت سایت وقتی شما بزنید خیلی خیلی اعتماد کاربر میاد جلوتر. یعنی از 10 بهتون 7 تا اعتماد میکنن. از 10 تا خونه 7 تا خونه اعتمادش پر میشه. با تکنیک‌های انقلاب فروش اون 3 تا خونه دیگر هم پر کنید و محصولتون رو به کاربرتون بفروشید. مورد بعدی نماد الکترونیکی تهیه کنید که اینم گفتم. و کمپین بذارید. حالا کمپین فروشه چجوری باشه؟ اعتماد مخاطب به ما محصول. یعنی اگه کاربر ما کمپینی بذاریم، مخاطب اول باید به من اعتماد کنه. به من که اعتماد کرد البته باید به محسن به محصولم اعتماد کنه. باید محصولم رو انتخاب بکنه و به منم که اعتماد کرد محصولم رو انتخاب کنه و به محصولم هم اعتماد کنه. این اعتماد دو سمته خیلی مهمه. خب اینو کیفیت داشتن محصول همون عهد بستنه میشه دیگه. شما باید واقعا بدونی که محصول کیفیت داره و اعتماد داشتن خودت به محصولت. خب اگر خودت به محصولت اعتماد نداشته باشی، یعنی عهد نبندی به محصولت، تمام این کارها رو در واقع میتونید طی کنید. و اگرم خواستید کمپین بذارید حتما این 3 سوال از خودتون بپرسید. اول چرا باید از من بخره؟ دوم چرا باید از رقیبم نخره؟ سوم چرا باید الان بخره؟ وقتی این سوالا تونستید جواب بدید و این جوابا رو استوری کردید و ریلز کردید، بعد کمپین فروش موفق بدید. البته کمپین فروش تمامش رو داخل دوره انقلاب فروش بهتون گفتم. اینم از این قسمت. امیدوارم که خیلی دوره خوبی واسهتون بوده باشه.